در حالی که چک شوهر دوستم نزدیک 15 میلیارد برگشت خورده بود، دوستم داشتش کیف و کفش 15 میلیون سفارش میداد و هزینه آرایشگاه شده بود 10 میلیون. همون موقعی که داشت سفارش کیف و کفش میداد من پیشش بودم، گفتم بابا چجوری میتونی؟ شاید این همه استرس داره. گفت آره راست میگه، اگه تو بودی نه تنها الان سفارش نمیدادی و این کارا نمیکردی، به خودت نمیرسیدی، بلکه خودتو به آب و آتیش میزدی که بتونی چکشو باز کنی. گفتم خب بابا درستش همینه. گفت آها درستش همینه؟ تا الان کسی قدر تو رو دونسته؟ زندگی تنها سر جاشه؟ دیدم نه. گفتم نه. خب منم اگه این کارا رو نکنم قدرمو نمیدونن، پس مردم ول میکنه میره میگه به خودت نمیرسی. هرچی بیشتر به حرفش فکر میکنم غمم بیشتر میشه، چون حرف میگه. زنی که خرج داره ارج داره. این کلام یک کلام حقه.